سلام دوستان، بهمون اومدم مدرسه پسرم. حالا تبریک سایت هر دو انجام میدن بین خانوما و آقایون. یه چند خانوما یه نکته اشاره کرده خیلی هم جالب بود، گفتم که لازم دونستم که اینجا براتون مطرح کنم تا سر فرصت یه مقاله کامل براتون تهیه بکنم. این خانم اشاره کردن که من هر عطری که میدنم به دستم، به پشت گوشام، به گردنم، به هر جا میدنم موندگاش خیلی کمه، دو سه دقیقه. چرا اینجوریه؟ ولی همون عطر رو برای مثلا خواهرم، خانمای دیگه، هر کسی دیگه دور و بریا میدن موندگاش خیلی دیگه بوش پخش میشه، ولی من نه، من اصلا بوش پخش نمیشه، انگار عطر زدم. منم چند تا سوال ازش کردم مطمئن بشم نم های کپیه. گفت نه. گفتم چه موقعی میدنی، چه جوری میدنی، همه سوالا ازش کردم و به یه نتیجه رسیدم. این نکته خیلی مهمه که شما هم بدونید بچه‌ها، اینه که هر عطری که با هر پوستی یه سازگاری داره. معمولا برای اینکه بمونه یه دو راه حل داره. بهش گفتم دو تا راه داره. یکی این که دستتون رو یه چرب کنی با کرمی بیبو، نه که بخواد بودار بشه، بیبو بشه، چرب کنی یه چند دقیقه بگذره، بعد عطر رو روش بزنی ببین چی میشه، بوش میمونه نمیمونه. راه دوم که این راه حتما جواب میده، برای همه مطمئن باشی چه جواب میده. این دومی راه اینه که به موهاتون بزنی. مو بهترین جا برای عطر زدنه، بوش موندگاریش زیاده، پخش میشه. اینو امتحان کنید، از سایت ما دیدن کنید، خوشحال میشیم. عطرعود.ir. تا دیدار بعدی و نکته بعدی، خداحافظ.